اینکه انسان چه کار کند هدایت نمیشه، علت اینکه هدایت نمیشود چیست؟ اگر اینکه شما اهل تشیع هستید، برید مطالعه کنید، قرآن رو بخونید. اصل ما قرآن هست. هر چیزی وقتی که به شما میگن که فرض کنید به شما میگن امامت مهمترین رکن، اگه کسی قبول نداشته باشه مسلمان نیست و اینا، ببینید در قرآن چنین چیزی وجود داره. وقتی میگم در قرآن، وقتی یه چیزی اصله، جزء اصول دینه، باید حتما در قرآن باشه. نمیشه ما این رو اصل دین بذاریم در قرآن اصلا هیچ اشاره هم بهش نشده و یک آیه هم دربارش نیست. و اون خرافات و اون غلوه هایی که در شخصیت های بزرگی چون حضرت علی و بقیه میکنند رو هم باید اینم باز در غلوه هایی که میکنند باید حتما دلیلی براش وجود داشته باشه، وگرنه غلوه کردن. ببینید هندوها در مورد گاو غلوه میکنند، بعضی دیگه در مورد بتی غلوه میکنه، یکی دیگه در مورد خونی، سنگی، چوبی، قبری داره غلوه میکنه. دوستان با واتساپ تماس نگیرید. و لذا این یک بخش موضوع هست که عرض میکنم. بخش دیگه در مورد این که چرا من هدایت نمیشم. هر عمل صالحی عمل صالح دیگری رو به دنبال خودش خواهد آورد و هر عمل ناصالحی هم عمل ناصالح دیگر رو دنبال خودش میاره. لذا اولین قدم این هست که خداوند در قرآن کریم فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که تلاش کنند برای در راه ما اونا رو هدایت میکنیم. ما راه خودمون رو نشونشون میدیم. اگر راه رو پیدا نکردی ببین که تلاش نکردی. میگه قولی هست از مولانا، میگه اگر خواهان نوری خودت رو مستعد نور کن. شما نور میخوای ولی در و پنجره ها رو همه رو بستی، اتاق رو کامل تاریک کردی و میگی من خواهان اینم که نور بیاد داخل خونه. ولی وقتی شما همه درها رو پنجره ها رو بستی، همه جا رو تاریک کردی، نور نمیاد داخل. ابتداً باید دلت رو به سوی نور باز کنی که نور وارد دلت بشه، یعنی خودت رو آماده کنی. شما میگی من یک مزرعه خیلی خوب میخوام، اما زمین رو آماده نمی کنی برای اینکه چیزی سبز بشه درش. ممکن نیست این کار تا زمانی که شما اون زمین رو آماده نکنی، شخم نزنی، بذر نکاری، آفت زدایی نکنی و آبیاری نکنی، آفتاب خوب بهش نزنه و تازه بذرهایی هم که انتخاب میکنی بذرهای خوبی نباشه، حتما مزرعه خوبی نخواهی داشت. لذا باید مستعد باشی برای پذیرفتن هدایت. خودت رو باید آماده کنی تا هدایت رو بپذیری. خیلی از ماها رنج میبریم از بعضی از انحرافاتمون، ولی خودمون رو برای جدا کردن از این انحرافات آماده نکردیم. هیچ تلاشی نمی کنیم و تا تلاش نکنید خداوندم قدمی رو به سوی شما بر نخواهد داشت. باید شما گامی بردارید تا از طرف خداوندم هدایتی برسد. و در قرآن کریم هم فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یه بخش این آیات در مورد این کار خدا چیه؟ فرمود که و نفس و ما سواها، قسم به نفس انسان و اون چیزی که خداوند بر اون سرشته است. این کار خداست. نفس انسان رو سرشته بر حب خیر و وجود شر. فالهمها فجورها و تقواها. خدا هر دو رو در ذات ما گذاشته، هم فجور هم تقوا. ولی ما کار ما چیه؟ الان دیگه نوبت ماست. ما باید چه کار کنیم؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این فعل ماست. ما باید بیایم نفس خودمون رو تزکیه کنیم با کمک وحی، با کمک مطالعه، با کمک تدبر، با کمک دعایی که از خداوند میخوایم و از خداوند طلب هدایت میکنیم و همیشه در نمازامون 17 بار در روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم. لحظه به لحظه ما نیاز به هدایت داریم. لحظه به لحظه در هر نفس کشیدنی نیاز داریم که خداوند ما رو هدایت کنه و راه درست رو بریم. در هر انتخابی، در هر گامی، در هر قدمی، در هر حرفی، در هر حرکتی که انجام میدیم از خداوند طلب هدایت میکنیم که این حرکت ما در مسیر درست باشه. خواه مسائل فکری یا خواه مسائل عملی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، همه اینها نیاز به هدایت داریم. لذا همین دعا رو مرتب میخونیم، ولی باید حتما گام هایی رو هم برداریم. عرض کردم باید خودت رو مستعد هدایت کنی
تا نور هدایت بر دلت بتابد. اگه کاری نکنی، یعنی خودت رو آزاد نکنی از بند خرافات، از چیزایی که دست و پای تو رو بسته. ما گاه وقتی دست و پامون بسته شده از اینکه یک گام برداریم بعد منتظر هدایتیم. اول باید زنجیرها رو باز کنی. زنجیر خرافات رو باز کن، زنجیر عادات غلط رو باز کن، زنجیر گناه و معصیت رو باز کن. وقتی که تو دست و پات با زنجیر گناه و معصیت بسته شده، چطوری میتونی حرکت کنی؟ تازه حرکت هم نه، ما میخوایم پرواز کنیم. با بال شکسته، با موندن در قفس نمیتونی پرواز کنی. برای اینکه اوج بگیری، برای اینکه پرواز کنی، برای اینکه بتونی رشد کنی و رفعت بگیری، باید دست و پات آزاد کنی، بالات آزاد باشه و قوی هم باشه به اندازه‌ای که بتونی پرواز کنی.